این دستگاه رو سوار بشی. استرس داری؟ شما استرس داری؟ دست آماده؟ 3 وای آقا این بهتره کنیم، گفتیم شما رو با خودمون ببریم بیایم بریم چه خبره. خب این شهر بازی که شما میبینید ما چندین بار اومدیم ولی خب دوست داشتیم که با هم به اشتراک بذاریم. بازی مختلفی داره ولی خب سرپوشیده است، کوچولو موچولوه، ولی برای یک شب بخوایم دور هم با رفقا بریم به چرخیم خوبه به نظر من. بولینگ هم داره تازه. حالا میریم بیشتر بهتون نشون میدیم. بیا چه روزی گرفتی؟ یه دونه گرفتی. چجوری؟ قیمتشو میگی؟ چیه؟ قیمتشو میگی؟ کارتش اگه نداشته باشین که من داشتم خود کارتو 20 تومن میگیری، ورودی هر نفرم 10 تومن میری داخل. اما میتونی هم شارژ کنی اندازه بازار نفری 10 تومن داخل هم بشه. اما چیز هم هستی برای بازی فعلا گرفتن، اما بولینگ رو باید جدا کنه. دوست داریم اینو بریم سوار شیم. واو. اول میخوایم بریم بولینگ ببینیم چجوریه سیستمش. بله. بهنور حمید به ما یه دونه کاور دادن. خب که خانوما باید کاور بپوشن. چرا باید اینو بپوشم من؟ دست دوم ها، دست اول ما جلو بودیم. آقا میخوایم این دستگاه رو سوار بشیم. خب حالا زیاد چیز هم نیستش. الان از آسا استرس داری؟ آره. بینش شما استرس داری؟ داشتم دستش خودت چی؟
من استرس ندارم. یا بشین رو پای الکی داره دروغ میگه. ببین وقتی به این فکر میکنی که از اون بالا یهو میخوای بیای آره پایین دقیقاً یهو میتونی فکر کنی که از این پایین یهو داری میری بالا. انگار یهو دلت پر میریزه. اصلا ولی من بیشتر یهو بره بالا دلت پر میشه. بعد میریزه دیگه یر به یر میشه. تو اینا رو باید بری اون که چیز نه استرس بدارن کنی. یا کن بگیر واسه آها اون ماشین حتی اونم سرعتش زیاد باشه نخوان. این ماشین چیه؟ بالا آها اون اما بلکه. تو بیا پیش بهنوش بشی. اینجوری با فاصله بشینیم یا نه کنار؟ نه بشین بشین. همین میخواد بگیره دیگه. میگم سنگینه نکنه. فاصله بشین. چرا میخواد مردم بگیره؟ باید من استرس گرفتم دارم و استرس داری؟ آره باشه. داشمی. چرا؟ الان دارم علکی داشمی آماده 3 2 وای داشمی یا امام حسین ماشا 3 2 1 برو داشمی یا بهنوش ترسیده. بهنوش چطوره؟ یاده بخواه بشم. عالی آقا ما میخواستیم جامپینگ هم بریم خدایی الان دارم فکر میکنم که گوخوری حافظ ما رو میخواد بیاره میخوام ریاکشن نشون ندم عادی باشم بابا بلم کن الان من دارم این دستم میفته بهنوش شادی حرومه تا الان میگفتی ترسید برو بابا برو آقا خدایی بهنوش تا اومد دارم گفت اشتباه کردم ترسیدم اصلا میرم از سخت بابا حالا این ارتفاعش کمه ها یه سری اون پاکرم از ارتفاعش خیلی زیاده سریای قبلی سخت باز میشه تو تابستون میره بیرون الکی ولی دست و پا خیلی سالمه اوکی امیر اوکی جیغ زدی مثلا حالا تو فیلم مشخص همین چند شارژ داشت داره خیلی از شارژر نگاه کن بسکتبالو آره الان تو باشه
دیر شروع کرده. کجا میری داداش؟ دیقلان آقا این گله میره آفرین چی میخوای بریم؟ بعد بریم بگیدم آره بی بالا ماشین بر راه بریم؟ ترمز داره؟ آره چه بابا. باحال. نه اوکی 2 نفره یه نفره چه انتخاب کرد چجور 2 نفر؟ چه فرق نیست باحاله. نزنه. آره براتون هامر خریدم. این بچه بودیم یه دسته کار نمی‌کرد میدادیم طرف باز بچه کنه. واردات خودرو آزاد شد. هامر ایستو تازه خرید وارد پلاک شده. تقاضا رد. تازه 2 تا فرمون هم داره. آره تمام جایگاه آتسا تو چی کاره این؟ همین کلیپو گفتم از جلو پنجره بیا بیرون برو توه. آتسا تو رو علکی نشونده اونجا؟ نمیده بازی کنی؟ نمیده دستم همه دنیا رو میگن میگم آوار خود 10 ثانیه آخر آسانش راست برمن راست میگه نه دیگه کارت نه بابا افتاد راست برمن تموم شد دیگه بیا پایین راست برمن بیا پایین کنترلش کردم خیلی سخته اصلا کنترلش خیلی سخته بعد مثلا چه بودیم ما همه بیا هامرم سوار شدیم آخر سر بعد ندونستیم اینا که میان همه آبیار بزن میشه دارم میذارم دیگه فرمانده دیگه وارد بازی میشه تیکت گرفتم تیکت برای چیه؟ نه همشون جایزه میگیری پس این همه بازی کردیم چرا ندادن؟ همشون ندارن مثلا یه امیدی آخرش یه چوب کبریت انقدر به خدا یاد ما همین سرزمین عجایب محمودآبادم گرفتیم آخر سر یارو نمی‌میسه انقدر به اومد همینه دیگه آره خب گفتیم بریم مش بزنیم اون برام بریم به چطور دیدم بچه تونل وحسن نمیدیم؟ فرمانده 2 نفر 3 نفر بزن اونجا برای 4 نفر آدم آمده 75 کیلو چرا اینقدر خوبه این چه حال میده به آدمی برای بچه که خب نمی‌خواد سوار اسب شدیم سریع بزن آتون کمک کنیم به چند نفر تو اون ور بزن ما این ور بزن خب بذار تکی بریم نه اون ور نه قرمزا نیستش چرا قرمزا هم هست 2 نفر بیا من بزنم بیا بیا برو ای بابا چه تمام تمام شما چی شد؟ همچین دنیا میشیم میکنیم انقدر به قول بریم جلو همینجور میگن یه تیکه چی میخواد بده مرسی
خب آسا چه ماشین سوار شدی آسا؟ بنوش جان ماشین سالمه شمیر مواظب باش دیگه مشتی مواظب باش آقا نزنید خیلی این چرا ما رو آره مواظب باش قلبش جایی کرده ما رو بزنه یا علی بعد اون داستان اومدیم این داستان. کدوم داستان؟ شهر بازی. بگو باختید بعد بگو باختید بولینگو باختن فوتبال دستی رو باختن نه همون بردیم موتور سواری فوتبال دستی رو بردی داشتیم چی بهشتی شام هست آره خب این هم غذای ما آسا جان نوش جان برویم دیگه کم کم کنایه به اون راه که این اینقدر خوب غذا خوردیم تقویم داد بهمون بچه بیایم برنامه‌ریزی سفرمون رو بکنیم هوا خیلی نمیده بچه اومدید رش عمو بهزاد هم بیایید خدای غذاش خوبه یه خورده گرونه خیلی خوشمزه است گرون شده آره خیلی گرون بشمی سود بانک سپهمون ریختم میتونیم بریم مسافرت سود بانک سپهمون بچه‌ها دقت کنین چه هوایی شده ولی هوای مه 35 ریال استفیس جازینگ استفیس بهتر بود اینا خیلی گرون آقا عجب مه شد میتونید برگردید میتونید برگردید تو این ما میتونیم برنامه بیا شما میتونید ما میتونیم برگردیم به شما نزدیک‌تریم تا به ما بیای وسطی نه وسط فقط یه ذره شاید تو وضعیت چی همه از اینا خوردی؟ آره بقیه پول تا اینا میگرفتی آتیسو برداشته خوشمزه نعنایی قبلا آدامس هم میداد دیگه بابا دادا یاد دو تا تقویم داد دیگه جای آدامسا چی از تقویم‌های خب تقریبا که برای عید دادن دیگه تمام طول سال که آره، تقریبا آره. نمیدن هم همین آشنا بود دادم از زمان طفولیت آقا میاد دمتون گرم لایک سابسکرایب اینا همه رو بذارید اگر ویدیو رو دوست داشتید بعد
شما که پشت دوربین و اینکه انشالله ویدیوهای بیشتر. مرسی. شما که پشت دوربین 6 تا جگر می‌خورین نه جلو دوربین کافی می‌خورین، پشت دوربین یه نپتون و 8 نفری می‌خورین. چقدر مردم ما لطف دارن. مرسی دمتون گرم بچه‌ها. خداحافظ.